فرارسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شادباش می‌گویم و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخندگی آغاز می‌شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می‌کنم. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که امسال نیز مانند سالهای گذشته در پرتو الطاف و عنایات کامله او جشن نوروزی ما یک جشن واقعی است که در محیطی آکنده از پیروزی و سرافرازی ملی و با امید و اعتماد روزافزون و آینده‌ای درخشان برگزار می شود. فروغ زندگی بخش خورشید نوروزی که تا چند ساعت دیگر در افق کشور ما سر برخواهد زد مظهر گویا از آینده‌ای است که به خواست پروردگار در انتظار ماست.